بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، امید که خوب و صحتمند باشید و در حفظ و پناه الله متعال قرار داشته باشید. باب جدید از کتاب ریاض الصالحین، باب 29 را به توفیق الله متعال آغاز می کنیم. امام نووی رحمه الله می فرماید: باب قضاء حوائج المسلمین، باب پیرامون برآورده کردن حاجتهای مسلمانان است. وقتی مسلمانی حاجتی داره و وقتی مسلمانی نیاز به یک چیز داره، تو آن را برآورده می سازی. این یکی از مسائلی است که حق مسلمان بر مسلمانه. مادامی که در توان تو هست، حاجت او را برآورده بکن، مشکل او را برطرف بساز. و طبعا این حوائج همان بحث حاجت هاست، بحث احتیاجاته، آنچه که انسان با آن احتیاج داره. و طبعا در همچون حالتی بر مسلمان است که برادر و خواهر مسلمان خود در همکاری بکنه و کمک بکنه، مادامی که مسلمان نیاز داره به او و حاجت او را برآورده بسازه، مادامی که از توانش هست و میتواند آن را برآورده بسازه. در این باب امام نووی رحمه الله ابتداء با 2 آیه آغاز میکنه، بعد 2 تا احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را در اینجا بیان میداره. ابتداء میفرماید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی میفرماید: وفعلوا الخیر، شما کارهای نیک انجام بدید، لعلکم تفلحون، تا باعث فلاح و رستگاری شما بشه و شما رستگار شوید. بدون شکی فلاح و رستگاری انسان در انجام اعمال خیر است و در انجام اعمال نیکه. و از جمله خیر یکی همین برآورده ساختن حوائج مسلمانان است و آنچه که یک مسلمان به آن احتیاج داره و آنچه که یک مسلمان به آن نیاز داره. و قال تعالی، و همچنین الله متعال می فرماید: و ما تفعلوا من خیر، آنچه که شما از نیکی انجام می دهید، فإن الله به علیم، الله به آن داناست. یعنی آن که از اعمال نیکی که شما انجام می دهید الله مطلع است و الله با خبره. بر اساس آن برای شما مزد میده، برایتان پاداش میده و شما را الله سبحانه و تعالی بر اساس این که جزا از جنس عمله، الله متعال برایتان آن ثواب و پاداش را خواهد داد. و بعد از آن میفرماید: و عن ابن عمر رضی الله عنهما، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر علیه و سلام فرمودند: المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. انما المؤمنون اخوة، مؤمنین با هم برادرند. و طبعا این برادری ایمانی به مراتب درجهش بالاتر از برادری نسبی است، زیرا برادری نسبی ممکنه که زائل بشه و از بین بره، ولی برادری ایمانی از بین نمیره و به مراتب محکمتر و قویتره. لا یظلمه، مسلمان برای مسلمان ظلم نمیکنه. این از اوصاف مسلمان نیست که برای برادر و خواهر مسلمانش ستم بکنه و ظلم بکنه. ولا یسلمه، و او را تسلیم دشمن هم نمیکنه، او را خار نمیکنه، او را ذلیل نمیکنه، پشتش را خالی نمیکنه، او را تسلیم دشمن نمیکنه، بلکه در کنار برادر مسلمانش میسته و در برابر دشمنش با او، یعنی بر علیه دشمنش مبارزه میکنه. اینطور نیست که دنبالش را رها بکنه و او را به حالت خودش واگذار بکنه، نه، بلکه مسلمان دیگر را تسلیم دشمن نمیکنه. و من کان فی حاجت اخیه، کسی که برای برآورده ساختن حاجتها و احتیاجات برادر مسلمانش برای و احتیاجات برادر مسلمان خود برآورده کنه، کان الله فی حاجته، الله متعال هم حاجت او را برآورده میکنه. سبحان الله، جزا از جنس عمله. وقتی تو حاجت مسلمان را برآورده میکنی، الله هم حاجت تو را برآورده میکنه، الله هم خواسته تو را برآورده میکنه. و من فرج عن مسلم کربة، کسی که از مسلمانی دشواری و سختی را برطرف میکنه،
دشواری را، یک دشواری و سختی بر دوش برادر مسلمان و خواهر مسلمانت سنگینی میکنه و تو این را برطرف میسازی. فرج الله عنه بها کربة من کرب یوم القیامه. الله سبحانه و تعالی سختی های روز قیامت را از تو برطرف میسازه. یعنی به ازای این که تو برای برادر مسلمانت به کمکش میرسی و حاجات او را برآورده میسازی، مشکلات او را برطرف میکنی، الله متعال حاجاتت را برآورده میکنه و مشکلات تو را هم، اونم مشکلات روز قیامت، مشکلاتی که و کروباتی که سبحان الله یعنی اینقدر شدیده و اینقدر دشواره و سخت در روز قیامت، یکی بالای دیگر، الله متعال تو را نجات میده به خاطر این کارت. و من ستر مسلما، و کسی که عیب مسلمان را میپوشد، ستره الله یوم القیامه، الله متعال سبحانه و تعالی عیوب او را در روز قیامت میپوشانه. یعنی گناهانش را عفو میکنه و عیوبی که داره و اگر گناهانی داره که مانده، این گناهان او را الله متعال به صورت پنهان به او میگه. چرا که آدم در دنیا با بندگان الله اینطور تعامل کرده، عیوب آنها را پوشانده. و طبعا در درس گذشته به طور تفصیل به این قضایا پرداختیم، یعنی قضیه پوشاندن عیب و ستر عورت مسلمین. و در باب قبلش که پیرامون جایگاه مسلمان و احترام به مسلمان بود و نگه داشتن حرمت مسلمان، اکثر این احادیث در اونجا توضیحش را خواندیم. یعنی اکثر آنچه که در این حدیث نهفته است توضیح و تفصیلش را خواندیم. متفق علی، حدیث را بخاری و مسلم رحمهم الله روایت کردند. در صحیح بخاری روایت 2442 و در صحیح مسلم حدیث 2580. حدیث بعدی هم تقریبا به همین معناست و البته با اندکی تفاوت، و به توفیق الله متعال حدیث بعدی را آغاز میکنیم. و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود، از پیامبر علیه السلام روایت است که ایشان فرمودند: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، کسی که برطرف بسازه، سهل بسازه، آسان بسازه از مسلمانی و از مؤمنی، کربة من کرب الدنیا، سختی و دشواری از دشواری های دنیا را، حالا هر دشواری که باشه، هر دشواری که بر شانه های برادر مسلمانت سنگینی میکنه، نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه، الله برطرف میکند از او، ساده و آسان میسازد بر او کربات، کربة من کرب یوم القیامه، سختی و دشواری از دشواری هایی که در روز قیامته، که در حدیث گذشته برایتان عرض کردم. و من یسر علی معسر، و کسی که ساده میگیرد و آسان میگیرد، علی معسر، بر شخصی که قرض داره، بر شخصی که تنگ دسته، بر شخصی که بدهکاره، بر شخصی که قرض او را، شانه هایش را خم کرده، در واقع بر او آسان میگیره. حالا چطور آسان میگیره؟ ممکن به او ببخشه، و یا این که مثلا به او ساده میگیره، میگه خیر است، حالا وقتش فرا رسیده، بعداً به تو خواهم داد. شما میبینید برعکسش در جامعه اسلامی متاسفانه وجود داره. حالا درست است یک تعداد مثلا قرض میگیرن به این معنا که دوباره ندن، و طبعا این ظلمه، مطل الغنی ظلمون. پیامبر علیه السلام میگن به تأخیر انداختن شخصی که غنی است، قرض را به تأخیر میاندازه، این ظلمه در حق اون بیچاره است که به او قرض داده. اما برعکسش، حالا برادر مسلمانت خودت میدانی که واقعا چیزی در دست نداره، حتی تا سرحدی پیش میرن که او را به زندان میاندازن، از خانوادهش دور میکنن. خب او را به زندان میاندازی، فایدهش چیست؟ یعنی قرضت را از کجا پیدا بکنه، از کجا بده، مادامی که دستش بنده؟ اگر مثلا در سر خانواده خود باشه و زندگی بکنه، هم خانوادهش دلشان جمع، هم شاید کاری بکنه، راهی بسنجه و قرضت را بپردازه. اما این که این فرد نداره و تو ظالمانه این را به گیر حکومت میاندازی تا اینکه به زندان بیفته، واقعا ظلم است. حالا یک صورت اینه که اون نفر میدانی که داره و نمیده، اون حالت فرق میکنه، میتوانید قضیه را به محکمه کشید، میتوان به هر حال بر سر او عرضه کرد و او را به دولت کشید و به زور از او گرفته بشه، این حقت است. اما مادامی که تو میفهمی، میدانی که این نداره، هیچی نداره،
دستش کاملا خالی است، مفلس شده، بیچاره شده، حق نداری که این ظلم را بر سرش بکنی. و این از حقوق مسلمان نیست که این فرد را اینطور کش بکنی به این سمت و با آن سمت و آزارش بدی، اذیتش بکنی. حتی بعضا به خاطر اینکه شخص را یعنی خواسته باشه بیشتر زیر قرض ببره، او را وارد معاملات ربوی میکنه، وارد معاملات سخت‌تر و بدتر میکنه، به خاطر که پول خودش را به دست بیاره. مهم اینه که پول خودش را به دست بیاره. این اصلا براش مهم نیست که این برادر مسلمان حالا به دام ربا میفته، بیشتر زیر قرض میره، تباه و برباد میشه، زندگیش تباه میشه. اصلا براش اهمیت نداره، فقط پول خودش مهمه، فقط قرض خودش مهمه. و طبعا در قرآن عظیم و شان تأکید میشه روی این مسئله که برای قرضدار و برای بدهکار وقت بدید، فرصت بدید، فرصت بدید. این از اخلاق یک مسلمان و از حقوق یک مسلمان بر مسلمانه که بر او سادهگیری بکنه. اگر ببخشه بر او، مثلا توان این آدم زیاده و او اصلا توان نداره، بخشید خیلی بهتر، این برایش صدقه محسوب میشه. و اگر نمی بخشه فرصت بده به او، اذیتش نکنه. و من یسر علی معسر، کسی که آسان بگیره بر شخصی که بدهکار، تنگ دسته. یسر الله علیه فی الدنیا و الاخره، الله امور دنیا و آخرت او را ساده می سازه. بله، این جزا از جنس عمله. وقتی برای مسلمانی آسانگیری میکنی، الله متعال هم در امور دین، در امور دنیا و آخرتت برایت سهل میگیره. و من ستر مسلما، و کسی که بپوشد عیب مسلمانی را، ستره الله فی الدنیا و الاخره، الله عیب او را در دنیا و آخرت میپوشانه. در حدیث گذشته هم حرف زدیم و همچنین در درس گذشته هم به طور تفصیل به این پرداختیم. والله فی عون العبد، الله سبحانه و تعالی در کمک بندهش هست. ما کان العبد فی عون اخیه، مادامی که این مسلمان و این بنده در کمک برادر مسلمانش باشه. تعاون به خیر، این جزء مسائلی است که در اسلام عزیز مورد توجه است. تعاون علی البر و التقوی، شما وقتی میبینید که یک کسی نیاز به کمکتان داره، او را کمک کنید. وقتی شما او را کمک میکنید، الله هم شما را کمک میکنه. والله فی عون العبد، الله متعال در کمک بندهش هست. ما کان العبد فی عون اخیه، مادامی که بنده در کمک برادر مسلمانش باشه. و بعد از آن پیامبر علیه السلام میفرمایند و من سلک طریقا، کسی که حرکت بکنه و بره و دنبال بکنه راهی را که یلتمس فیه علما، طلب میکنه در آن علم را، سهل الله له به طریقا الی الجنه، الله آسان میکنه به او طریق و راهی به سوی بهشت را. یعنی وقتی شما قدمی بر میدارید برای یادگیری دین الله، قدمی بر میدارید برای علم، برای فراگیری دین الله، الله متعال در هر قدمتان برایتان برکت میده و قدمهایتان به سوی بهشت را الله به شما ساده میسازه، سهل میسازه. ورودیتان به بهشت را الله برایتان سهل میسازه، ساده میسازه. و در حدیثی میخوانیم که طالب العلم و شخصی که طلب علم دین میکنه و طلب علم میکنه، الله سبحانه و تعالی حتی ماهی‌های داخل دریا هم از برکت الله متعال این وسیله را آماده میکنه که حتی ماهی‌های داخل دریا هم به او طلب استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن، استغفار میکنن، از الله میخوان که الله را ببخش. حتی اون ماهی‌های داخل دریا و حتی ملائکه رحمت بال خود بر زیر پای این طالب العلم انوار میکنن، مادامی که این طلب علمش به خاطر الله باشه، نه به خاطر غرض دیگری، هدف دیگری و به خاطر به دست آوردن دنیا. نه، اینها نه، فقط به خاطر الله متعال علم میاموزه. پیامبر علیه السلام میگن من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه، الله راه بهشت به او آسان میسازه و دخول به بهشت الله به او آسان میسازه. و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، هیچ قومی جمع نمیشوند، هیچ گروهی و جماعت جمع نمیشوند فی بیت من بیوت الله تعالی، در خانه از خانه های الله متعال،
که یتلون کتاب الله، کتاب الله تلاوت میکنن، و یتدارسونه بینهم، در بین خود مدارسه میکنن، یعنی یکی میخوانه یکی گوش میکنه، یکی میخوانه یکی اشتباه یکی دیگر را میگیره، به هر حال در بین همدیگر مدارسه میکنن. همینه. الا نزلت علیهم السکینه، مگر این که بر اونها سکینه و آرامش نازل میشه، و غشیتهم الرحمه، و رحمت الله اونها را فرا میگیره، و حفتهم الملائکه، و ملائکه رحمت آنها را در بر میگیرن، دورشان حلقه میزنن، حتی اون ملائکه رحمت در دورشان حلقه میزنن. و واقعا جلسات قرآنی و جلساتی که برای دین الله و برای فهم دین الله سبحانه و تعالی برگزار میشه، این آرامش و سکینه و آرامش انسان واقعا احساس میکنه، واقعا احساس میکنه، به شرط این که هدف انسان هدف مخلصانه باشه و این را انسان میتونه تجربه بکنه حقیقتا. و حفتهم الملائکه، ملائکه رحمت آنها را در بر میگیرن. حتی در بعضی از روایات آمده که تا با آسمان ها همینطور ملائکه حلقه میزنن در دورشان. و ذکرهم الله فی من عنده، الله متعال آنها را یاد میکنه در نزد کسانی که پیشش هستند، یعنی منظور در آسمان ها الله سبحانه و تعالی در نزد ملائکه اینها را به خوبی یاد میکنه، میگه ببینید به بندگانم، اینها به خاطر من جمع شدن، به خاطر یاد گرفتن کلام من جمع شدن، به خاطر یاد گرفتن دین من جمع شدن. بعد از آن پیامبر علیه السلام میفرمایند و من بطأ به عمله، کسی که عملش به او تقصیر بکنه، کوتاهی بکنه، کمی بکنه، یعنی عملش کم باشه، لم یسرع به نسبه، نسبش بر او پیشی نمیگیره. هر کس میخوایی باش، وقتی عملت کم بود در پیشگاه الله بیارزشی. به این امید نباش که والله من از نسب فلانی و از نسل فلان هستم، من سیدم، من آقا هستم، من فلان هستم. هر کس میخوایی باش، هر کس میخوایی باش، وقتی عملت خوب نبود، کوتاهی در عمل داشتی، تقصیر در عمل داشتی، بدون تردید که نسبتو نمیتونه به تو کار بکنه. ای که از نسل هر کس میخوایی باش، فرزند هر کس میخوایی باش، حتی فرزند نوح پیغمبر باش، مادامی که بر راه خود راست نبودی، جایت جهنمه و عذاب الهی شامل حالت میشه. حتی پدر ابراهیم خلیل باشی، پدر ابراهیم خلیل که الله سبحانه و تعالی او را خلیل گفته، حتی پدر ابراهیم خلیل باشی، دعای ابراهیم خلیل در حق تو بیفایده است و فایده ای نمی کنه و الله منع میکنه. ای ابراهیم دعا نکن. پدرت کسی که بر شرک میمیره نباید برای او دعا کرد. دعای مغفرت و رحمت برای موحده، نه برای مشرک. پس بنابراین نسب انسان نمیتونه بر عمل انسان سبقت بگیره. مادامی که تقصیر در عمل داشتی، این نسب به تو فایده ای نمیرسانه. من بطأ به عمله، کسی که عملش بر او کوتاهی بکنه، تقصیر بکنه، کمی بکنه، لم یسرع به نسبه، نسبش نمیتونه به او پیشی بگیره. رواه مسلم، حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده در صحیحش، روایت 2699. و الحمدلله که این باب هم تمام شد. و جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.